سلام، به ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو یکم راجع به دیجیپی با هم صحبت بکنیم. یه چند روزی میشه که من دنبال خریدن یه سری وسایلم برای حالا فیلمبرداری و عکاسی که میخوام بکنم. ابزار رو بهتون میگم تو ویدیوهای بعد که این ابزار چی هستن، همه رو براتون آنباکس میکنم. فردا اولیش میرسه که میخوام سورپرایز باشه براتون. اما چالشی که پیش روی من بود این بود که من پول نقد برای خرید ابزار نداشتم برای این وسایل. خب بودجه‌ام محدود بود، وسایل برای شروع کار و حال شرایط من و هزینه‌اش خیلی زیاد بود. من نقدینگی نداشتم، اگرم خرج می‌کردم توی خیلی فشار بدی می‌رفتم. خلاصه گشتم تا اینکه توی همه مثلا پلتفرم‌های مختلف مثل تارا بود، مثل دیجیپی بود، اسنپ که حالا مثلا رقمی که به من میداد خیلی رقم زیادی نبود. دیجیپی چون قبلا هم ازش وام گرفته بودم، شرایط خوبی داشت. دوباره سعی کردم که ازش بگیرم. فکر می‌کردم که حالا مثل خیلی که براشون اسمشون در نمیاد، برای منم در نیاد، ولی خب برای من اسمم در اومد و من تونستم که وام دیجیپی بگیرم. تو این ویدیو هم میخوام بهتون بگم که چجوری وامو گرفتم. نمیگم راز و روش خاصی داشت، منم مثل همه درخواست دادم، منتظر وایسادم، نه خیلی زمان زیاد، و جواب گرفتم و حالا بهم اعتبار دیجیپی داد و حالا از دیجیکالا و حالا خیلی سایت دیگه هم داشت که میتونستم ازش خرید بکنم، ولی من از دیجیکالا اون تجهیزاتی که میخواستم خرید کردم. ببینید، برای شما یه مبلغی رو بتونید از دیجیپی بگیرید برای وام، اول اینکه ببینید چه پکیجایی داره. پکیجایی که دیجیپی داره، بذارید من براتون پکیجا رو بیارم. اینجا رو صفحه تبلت من اگه نگاه بکنید، وارد نرم افزار دیجیپی که بشیم، حالا من چون خرید کردم یکم حالا برای من متفاوته با شما. اعتبار خرید کالا رو که بزنیم، یه پکیج 30 میلیونی داره، یه 50 میلیونی داره و یه 100 میلیونی، چیزی که برای من می آورد. پکیج 30 میلیونیش با صفقه و با چک صیادی به عنوان تضمین شما میتونستید این پکیج رو بگیرید. پکیج 50 و 100 رو فقط با چک بود و صفقه نداشت و خب حالا من چون دستی چک نداشتم، اون پکیج 30 میلیونیش برای من اوکی بود که انتخابش کردم. مراحل کارم به چه صورت بود؟ وقتی که شما اولین کاری که میکنی وارد اپ که میشی، اپش هم براتون آدرسش رو من میذارم حتما که بتونید حالا از بازار، مارکت یا پلی استور یا هر پلتفرمی که دارید دانلود بکنید. لینکش رو براتون حتما میذارم. شما اول وقتی وارد اپ میشین باید مشخص کنید که چه نوع وامی میخواید. 30 میلیونی میخواید، 50 میلیونی میخواید یا 100 میلیونی میخواید. وامی که به من داده شد مال بانک تجارت هستش. بانک تجارت حالا با همکاری دیجیپی میاد یه مقداری رو به عنوان اعتبار برای خرید. این رقم رو، این 30 میلیونی که من گرفتم و من نمیتونم نقدش بکنم، باید حتما از فروشگاه‌های حالا مثل دیجیکالا یا فروشگاه دیگه‌ای که تحت قرارداد هستم باشون، بیام از اونها خریداری بکنم. فروشگاه بزرگی بودم، مثلا خود دیجیکالا بود، تپسی اگه اشتباه نکنم هست، میتونه با این وام خریداری بکنین ازش، یا تکنولایف بود و خیلی فروشگاه دیگه تو زمینه‌های مختلف هستن که کار میکنن با دیجیپی و اینکه میگم که اصلا یه بازاری داره برای خودش. بعد عرضم به حضورتون که وقتی که من وارد این برنامه شدم، اول انتخاب کردم که آقا من میخوام وام 30 میلیونی بگیرم. وقتی که انتخاب میکنی، دیجیپی میاد شما رو بررسی میکنه که مثلا قبلا بدهی نداشته باشی تو خود پلتفرم، نه حالا با واسطه سیستم بانکی کاری نداری، یا اونایی هم که بهشون اجازه دادن اینکه مثلا اگه چک برگشتی داشته باشی یا مثلا حسابات بسته باشه یا هر مشکل دیگه داشته باشی، میان امکان سنجی میکنن که ببینن که شما امکانش هست بهتون این وامو بدن یا نه. این مرحله اولشه. وقتی که تایید میشین میریم بحث تکمیل اطلاعات. تکمیل اطلاعات، شما اطلاعاتتون مثل آدرس، مثل نمیدونم کد ملی و عکس از کارت ملی و احراز هویت که باید یه ویدیو از خودتون بگیرید، یه جمله یا اون زیر مینویسه، شما اون جمله رو میخونین جلوی دوربینتون و این احراز هویتش انجام میشه.
وقتی که امکان سنجی شدید، وقتی که تکمیل اطلاعات کردید، شما باید امضای الکترونیک ثبت بکنید. امضای الکترونیک هم یه حالت نقاشی داشت که شما باید امضاتون رو بکشین و همین که خب یه حالت احراز هویتی داشتین که شماره تماستون احراز هویت بشه، چهرهتون که شده بود و حالا کارت ملی و همینایی که گذاشتین به این بخش کمک میکنه. و دیگه شما هر جا که تیک بزنید که من قبول دارم، این میشه امضای الکترونیک شما. بحث بعدی بحث صدور سفته است. سفته فیزیکی نیست که یک کاغذی برای من بیارن من با خودکار بخوام اینو امضاش بکنم. سفته‌ای که به من میدن سفته الکترونیکه. برای 30 میلیون وام من 45 میلیون تومان سفته دادم. 45 میلیون تومان سفته من بود که اونم به صورت همین الکترونیکی اومدم امضاش کردم و خود اونا هم برام سفته رو صادر میکنن، من امضاش میکنم و تعهد رو میدم که تو باز پرداختش منظم هستم و این سفته هم برای اینکه من درست و منظم بیام و اون قسطمو پرداخت بکنم. میره همون امضای آنلاین که بهتون گفتم. بعد اعتبار سنجی از سمت بانک، یعنی شما از سمت دیجی پی تایید میشید، مدارک رو میفرسته برای بانک هم یه اعتبار سنجی میکنه و به شما تایید میده. اصولا وقتی تا این لول میایین که به شما سفته میده، چیزی که من دیگرون دیدم که میمادن این فارمو گرفتن، بانک هم قطعا تایید میکنه. این طبق تجربه است، یک چیز قطعی نیست که من به شما میگم، طبق تجربه است. وقتی که تایید شدید، حالا بعد اشتراک دیجی پی رو بخرید. ببینید اشتراکاش من قیمتاشو براتون میذارم تا آخر ویدیو، چون الان اینجا دسترسی ندارم. قیمتا رو براتون میذارم. اشتراک دیجی پی اشتراک نقره‌ای برای وام 30 میلیونی لازمه، حداقل اشتراکی هست که 4 میلیون قیمتشه. یعنی وامی که من گرفتم 30 میلیون تومان یک ساله، این وام من 37 میلیون تومان باز پرداخت بشه. 4 میلیون که همون اول کار میدم برای خرید اشتراک و 3 میلیون هم حالا سود این وامه که من باید به بانک بدن در جمع، یعنی باز پرداخت من به بانک میشه 33 میلیون. 4 میلیون هم از دیجی پی خرید میکنم، اشتراک میخرم که سرجم میشه 37 میلیون برای یک سال باز پرداخت این وام. قسطش هم از ماه بعد شروع میشه طبیعتاً. وقتی که اشتراک نقره‌ای رو میخریم دیگه تمومه همه چیز. میریم برای بانک مدارک رو میبینه، پرونده شما رو درست میکنه. نهایتا تا 72 ساعت این اتفاق میفته. من پنجشنبه طرفای 10 صبح بود که کارامو انجام دادم و تموم شد و خیلی جالب بود که ببخشید عذر میخوام، من چهارشنبه طرفای 10 صبح بود که اومدم دیگه این اشتراک نقره‌ای رو خریدم و پرونده منو فرستادم برای بانک. فلوش پنجشنبه صبح همون 9 صبح بود دقیقاً که موبایلمو چک کردم، دیدم SMS اومده که وامو به من دادن، وام به من اعطا شده و من میتونم خرید بکنم. یعنی سرجم کل این پروسه گرفتن این وام دیجی پی برای من 2 الی 3 روز زمان بود تا من بیام خودم اقدام بکنم، بعد این اطلاعاتشو پر بکنم، این چیزایی که میخواد، بعدش هم اونا بخوان بررسی بکنن و تایید بکنن. سرجم 3 روز زمان بود که من تونستم این وام بگیرم. بعد نکته که جالبش هست این که اون بحث احراز هویت تصویر و ویدیو شما اصلا هیچ چیزی نیست که مثلا یک دستی نیست که یک نفر چک بکنه، کاملا با هوش مصنوعی و دیجیتال. شما همین که ویدیو رو میگیرید که من فلانی هستم یا مثلا یه جمله‌ای مثلا ناورد گنج برای شما مثلا اون زیر می‌نویسه، همون لحظه تو 10 ثانیه بعد می‌بینید که ویدیوتون تا اون چیزش هم پر بشه، پری‌لودش یه 10 ثانیه طول می‌کشه تا شما اون ویدیوتون تایید بشه اگر مشکلی نداشته باشه. خب راهنمای خوبی هم داره. وقتی که من واممو گرفتم از دیجی پی 30 میلیون خالص داد که من از اون 30 میلیون میتونستم استفاده بکنم
خب ببینید شما دیجیکالا میتونید خرید بکنید. ارزم به حضورتون تکنولایف، حالا اون کاتگوری که من میخواستم بهتون نمیگم امروز تو این ویدیو که من چیا خریدم. تو ویدیوی بعدی حتما ببینید چون همه رو آنباکس میکنم براتون. حتما ببینید ویدیومو. اگه هم میتونید یه حدس بزنید تو کامنت ها من بگین که چی خریدم به نظرتون که برای کیفیت فیلمبرداری و عکاسی. ببینید از تکنولایف من میتونستم بخرم، دیجیکالا میتونستم بخرم. خیلی وبسایت هایی بودن که در زمینه حالا مثلا موبایل و کالای دیجیتال و تجهیزات فیلمبرداری تخصصی، نور و نمیدونم میکروفون و اینا بودن، لوازم آرایشی، لوازم منزل، حتی ماشین، موتور. شما تو همه اینها میتونید از این وام دیجیپی استفاده بکنید. امیدوارم که هر چیزی که راجع به این وام می‌خواستید بدونید و متوجه شده باشید و اینکه اگه سوالی چیزی داشتید حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. من همه رو پاسخ میدم. نمیذارم چیزی برای شما سوال بمونه و تو سریع‌ترین زمان ممکنم بهتون پاسخ رو براتون می‌نویسم تو کامنت ها که زمان با ارزش شما تلف نشه. تا ویدیو دیگه، بدرود.